دادگاه دوم حربی حوزه غربی در مسکو شهروند 23 ساله تاجیکستان میروب هایتوف را در آمادگی به حمله تروریستی به بنای فسب در میدان لوبیانکا در مرکز پایتخت روسیه گناهکار شناخت و به 12 سال زندان و 500,000 روبل جریمه محکوم کرد. در این باره روز 1 اکتبر سال 2023 نشریه روسی کمیرسانت خبر داد. خدمات مطبوعات دادگاه قبلا گفته بود که میروب هایتوف یکی از 7 نفر متهم به قصد حمله به قرارگاه فسب بوده به دلیل اعتراف گناه و امضای قرارداد همکاری با تفتیشات پروندهش از دیگران علیحده بررسی می شود. با حکم دادگاه میروب هایتوف 3 سال اول را در محبس پوشیده و 9 سال باقی مانده را در محبس نظامش سنگین ادا خواهد کرد. ولی مدافع او تنها در مورد حکم جریمه هایتوف اظهار ناراضگی کرده است. خود میروب هایتوف و ادوکاتش برای شرح مستقیم دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات این جوان تاجیک را با 5 تاجیک دیگر و یک زوده داغستان ماه مارس سال 2022 در مسکو به سازمان تروریستی داعش باید سپریده نقشه داشتند که به قرارگاه مرکزی فسب و بناهای اطراف آن در میدان لوبیانکا در مرکز مسکو حمله آورده بمب‌های خودساخت را بترکانند و رهگذران و کارافتادگان را تیرباران کرده خروج نیروهای روسیه از سوریه را طلب کنند. در همین حال حامیان حقوق بسیاری از پرونده های با اتهام تروریسم به ضد مهاجران در روسیه را زیر شبهه گذاشته میگویند اکثر این پرونده ها بافته و ساخته بوده کارمندان نهادهای امنیتی روسیه از حساب مهاجران بی حقوق و بی حمایت میخواهند نتیجه های خود را در راه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی از بودش زیادتر نشان بدهند.